وقتی که باری اول جوان پسر به نزد من آمد و وابستگیش را به پورنوگرافی اعتراف کرد، من یقین داشتم که او یا دیوانه است یا اینکه شوخی میکند. من هیچگاه لحظه فکر نمیکردم که پورن، مناسبت‌های جنسی و مستورباسیا به یگان نمودی وابستگی، رفتاری مجبوری تبدیل گردد که تواند به آسانی تمام حیات شخص را خراب کند. بعدتر پس از تحقیقات خود در این ساحه، من شدتناکی مشکلات را درک نموده فهمیدم که چرا اینقدر شخصانی به پورن وابستگی داشته حتی میخواستند حیات خود را به آخر رسانند، زیرا آنها فشار پورنوگرافی را تحمل کرده نمیتوانستند. و شاید شما یکی از آنهایی باشد که سالهای طولانی به پورن عادت کرده راه حل آن را میجویید، اما برای آنکه شما و حتی آنهایی که وابستگی ندارند برای این موضوع را خوبتر درک کنند، همه ما باید دانیم که وابستگی به پورنوگرافی چگونه است. زیرا چقدر که شما بیشتر دانید، چطوری که من همیشه میگویم، چقدر که بیشتر دانید همون قدر شما بیشتر رشد میکنید. چقدر که شما درباره آن که چی حادثه رخ داده استاده است شناس شوید، احتمالیت مقاومت شما زیاد میگردد و شما قادر میگردید که این عادت مجبوری را غلبه کنید. پیش از همه این با مسلمانی حقیقی بودن یا نبودن هیچ ربطی ندارد. هر کس میتواند با سبب‌های گوناگون به پورن وابستگی پیدا کند. شاید در جوانی از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفتید، یا با عکس‌های واخوردید که شما را خیلی کنجکاو ساخت و در نتیجه شما تکرار به تکرار تماشا کردید، یا شاید شما مدل‌های نقش خود را در تماشای پورن دیدید و شما با آنها پیروی کردید. شاید همسر شما به علاقه جنسی کمتر توجه ظاهر کرد و در نتیجه شما پورنوگرافی را همچون جایگزین پیدا کردید و غیره. برای همین نه وابسته از آن که شما شخص دینی هستید یا نه مسلمان یا غیر مسلمان، وابستگی ایمان را نمیداند. وابستگی به پورنوگرافی واسطه پرشدت است که میتواند شما را به آسانی غلام شهوت خود گرداند. اگر بر ضد پورنوگرافی مبارزه نبود، شما اداره کنی عملهایتان را از دست خواهید داد. بسیار آدمان درباره مفهوم پورنوگرافی بحث میکنند و میپرسند در اصل این چیست؟ خوب، من این را چنین میبینم. پورنوگرافی این نقش‌هایی است که به شما یاد می‌دهد چگونه تصویرهای بیگانگان، استفاده عمل‌های ناپاک آدمان دیگر را برای لذت‌های موقتی جنسی خود استفاده برید. به همسر، به احساسات، به محبت، به ارتباط، به یگان شخص واقعی. این کاملا به خیالات و غیر حقیقی تکیه میکند. همین طور به جای علاقه جنسی با همسر خود، پورنوگرافی تنهایی را دوست می‌دارد و لذت‌های خودخواهانه را دوست می‌دارد. از این رو سوال این است که چگونه آن به وابستگی تبدیل یافت؟ مثل همه گونه ماده‌های نشأه‌منده، پورنوگرافی نیز به همین نقش می‌دراید. اولا تأثیر این مواد هست، پس مغز سر شما فوراً این فعالیت را به قید میگیرد. گورمون‌های به مانند دوپامین به عمل می‌درآیند تا که شما را درباره این فعالیت خاطر رسان کنند. شما کوشش خواهید کرد تا مقابلیت نشان دهید، زیرا می‌دانید که نادرست است. سپس از جانب عقل عذر بی‌ناموسی پیشنهاد کرده می‌شود، به مانند حداقل از زنا بهتر است. این از زنا بهتر است. پس شما به هر حال واقعا ناخواه تکرار میکنید و به جستجوی پورن میروید. و البته در یک لحظه آنگاه شما این لذت موقتی و زودگذر را احساس میکنید. پس از آن دوره تاریکی شرم و گناه فرا میرسد که در واقع از لذت گذشته دراز مدت خواهد بود. این چه کار بود که من انجام دادم؟ شما به خود سوال دادن را آغاز میکنید. آیا من منافقم؟ ای کاش هیچ وقت نمیکردم این کار و اون کار و غیره و غیره. آنگاه شما خود را وعده می‌دهید که دیگر هیچگاه به پورن دسترسی نخواهید کرد. اما پس از چند روز، هفته یا حتی ماه، شما شکست خورده دوباره همین نقش را دور میزنید، تکرار به تکرار طول سالها. اکنون شما باید از خودتان بپرسید: آیا این چیزی است که من میخواهم تمام حیاتم تکرار کنم؟ آیا این چیزی است که من خواسته باشم حیاتم را انجام رسانده باشم با این؟ آیا وقت فرا نرسیده است که من نگویم به شهوت‌هایم و عادت‌های نو خوب و سالم انکشاف نمایم برای وضع عادت‌های بد؟ خبر خوش این است که معینه سر ما قادر آن است که خودش را تازه کند و خصلت‌های نو را قبول کند. همین طور انتخاب همیشه در دست شما خواهد بود، اما بدون آغاز کردن سفر صحت‌شوی خود هیچگاه چیز تغییر نخواهد یافت.